درود دوستان عزیزم، صالح سالاری هستم. فیلم مرد فراری روایتگر یک کارگر ساده است که برای پرداخت هزینه درمان دختر بیمارش در تنگنا مانده است. برخلاف میل خانواده‌اش وارد این بازی مرگبار می شود. او در ازای تضمین مالی برای عزیزانش وارد مسابقه می شود که هر ثانیه‌اش مرگ در انتظار او نشسته است. اما برای او این فقط یک رقابت نیست، نبردی است برای حفظ امید، شرافت، انسانیت. این فیلم به کارگردانی ادگار رایت و با امتیاز 6 از IMDb است. بازیگری گلن پاول در نقش اصلی فیلم بسیار زیبا است، چرا که توانسته است فرارهای پرتنش، درگیری‌های فیزیکی و نمایش خستگی مفرط را باورپذیر اجرا کند و همچنین چهره چند لایه و نگاه نافذ او در سکانس‌هایی که بدون دیالوگ است، ترس و تردید و تمرکز را از طریق چشمانش منتقل کند. فیلمبرداری این فیلم بسیار تحسین برانگیز است، چرا که فیلمبردار با استفاده از حرکت‌های روان، لرزش‌های کنترل شده و زوایای غیر معقول، حس بیقراری و خطر دائمی را به مخاطب منتقل می‌کند. صحنه‌های تعقیب با تصویربرداری دستی و سرعت‌های متنوع بیننده را مستقیما در مرکز فرار قرار می‌دهد. کارگردان با عصای جادویی تدوین هر تعقیب را به یک سمفونی بصری هولناک تبدیل می‌کند. ایجاد سرعت تنها یک ترفند نیست، یک زبان است. هر ضرباهنگ مثل تپش قلبی است که از قاب تصویر فراتر می‌زند. هر برش ناگهانی شمشیری بر رشته‌های عصبی تماشاگر ایجاد می‌کند و هر سکوت میان دو نما انفجاری از هیجان که نفس را در سینه حبس می‌کند. صحنه‌های فرار دیگر دویدن ساده نیستند، رقصی مرگبار با دوربینند، دوئلی بی‌امان با زمانند و نبردی نفسگیر با ریتمی که هر لحظه تغییر می‌کند. این هنر کارگردانی در اوج خود است، تبدیل هر فرار به یک تجربه حسی تمام نشدنی که نه در چشم که در رگ‌هایت جاری می شود. ممنونم که با نظرات و سابسکرایب از ما حمایت می کنید.